بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، در درس حدیث هایی که درباره نکاح هستند و نکاح یا ازدواج هایی که شریعت حرام کرده است و انشالله وقت ما رسد کمی درباره حدود حلال بودن یا گفتیم تا چه اندازه یک دخترک با شوهر شوندهش یا گفتیم با مردی که در فاتحه هست میگویند در عرف ما میتواند صحبت کند. حدیث ها را گرفته میگذاریم. یکم بیاید درباره نکاح هایی که در شریعت جایز نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یجمع بین المرأة و عمتها و لا بین المرأة و خالتها. حدیث در بخاری مسلم است. پیامبر میگن یک مرد نباید وقتی دو زن میگیرد یا گفتیم دو زن سه زن هست خاله و جیانش رو یا عمه و جیانش رو، یعنی خاله و دختر خواهر رو که ما جیان میگیم عادتا در تاجیکستان بزنی بگیرد. و در شرح همین حدیث علما میگویند این چونین یک دخترک رو با عمک بچهش یک نفر نباید بزنی گیرد، برای آن که این سبب قطع شدن صله رحم می شود. حالا یک نفر اگر خاله رو گرفت و جیان رو گرفت نکاح وی باطل است، باید حتما از یک تاش جدا می شود. یا عمه رو گرفت و زن دویم جیان همان رو گرفت و این چونین خیلی گفتم برای آن که صله رحم در اسلام فرض است و هر چیزی که برای قهرگی و نابود ساختن صله رحم میبرد آن هم گناه است. در زیر حدیث میگویند هر کسی که دو خویش رو، یعنی یک مرد وقت دو خویش نزدیک رو به هم زن یک و زن دو میگیرد این کارش گناه است، برای اون که خواه و ناخواه در نفس هر یک انسان خصوصا زنها رشک به زن دوم شوهر است. رشک پیدا می شود و خویش و تباری با همین کنده می شود. اما اگر گفتیم بین دو عمک بچه گرفتن گناه است، کار درست نیست، لیکن بین جیان و خاله یا عمه و خاله یک مرد جمع کردنش چی می شود؟ حرام می شود و این نکاح باطل است. این چونین پیامبر صلی الله علیه و سلم نکاح شغار را حرام کردند. نکاح شغار معنیش چی است؟ نه عن شغار و شغار ان یتزوج یا ببخشید ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوجه الاخر ابنته لیس بینهما صداق. وقتی که یک مرد به یک مرد میگوید من دخترم رو به تو میدهم و دختر تو رو من کلین میکنم، من هم مهر نمیدهم تو هم مهر نمیدهی. یا یک مرد میگوید من خواهرم رو به تو میدهم تو هم خواهرت رو به من ده، من هم مهر نمیدهم تو هم مهر نمیدهی. اینجا زنها رو همچون ببخشید یک کالا استفاده بردن به یگان مهر من دادم تو هم میدهی گویان با همین نکاح بستن که این برای پایمال شدن حق یک زن که یک زن روزگی دارد مهر دارد. پیامبر این گونه نکاح را باطل گفتند و در زمان جاهلیت این گونه نکاح بود که یک مرد دختر کسی را میگرفت یا یک مرد خواهر کسی را میگرفت و خواهر خودش را به او میداد و میگفتند به یگان مهر با همین حلال است. نکاح دیگری که در شریعت جایز نیست این نکاح متعه باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اول شریعت به این اجازه داده بودند، بعدا این رو حرام کردند. نکاح متعه نکاحی هست که پناه به الله در شیعه ها حالی هم هست همین چیز، برای یک روز و دو روز صیغه میگویند یا 3 ماه و 4 ماه زن میگیرند، همون مدت تموم شد اینها به طرز مباشروی یا اتوماتیک از هم جدا می شوند. و نکاح متعه آره حدیث در بخاری است در اول این چیز جایز بود اما بعدا آن را حرام کردن و از آخران چیزهایی که پیامبر حرام کردن همین نکاح متعه بود، یعنی نکاحی که برای وقت معین یک نفر را میگیری، یک نفر را برای 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال و با او زندگی دائمی کردنی نیستی. وقتی که در روسیه هستم میگیرم، وقتی تاجیکستان رفتم طلاق میدیم، نه این حرام است، این گونه نکاح وجود ندارد. یا اینکه وقتی که تا زنم اومدم به نکاح هم میگیرم بعداً والله اعلم خداوند میدونه چی میشود که این گونه نکاح همون نکاح متعه هست که پیامبر حرام کردن این رو و حتی درباره‌اش آمده است که
اگر از روی شریعت حکم کنیم، اونهایی که نکاح متعه میکنن حق در خوردن، یعنی همچون یک آدم زینوگر حق جلد خوردن دارن. پس گفتیم نکاح متعه در اهل سنت و جماعت حرام است و حدیث صحیح دربارش که از آخران چیزهایی که پیامبر آن را حرام کردن این نکاح متعه بود. و حضرت عمر باری خطبه میکنند و میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما متعه را حلال کرده بودند، سپس آن را حرام کردند. والله اگر من کسی را از اهل یعنی یک نفر زندار و یک مرد همسردار رو اگر دانستم که متعه کرد، او را سنگسار میکنم با سنگ، و یا اینکه او با 4 شاهد بیاید که او متعه نکرد و فقط نکاحی همان گونه که در شریعت دائمی کرد. برای چی نکاح متعه حرام است؟ برای اون که نکاح معنایش یک عقد دائمی است که با یک نفر تو ازدواج میکنی، با او زندگی بر دوام میکنی. یکی در دوام زندگی از هم جدا شده چیزی دیگر، اما در روز نکاح الکی موقع از هم جدا میشویم تا چند وقت با هم زندگی میکنیم باشد، این همون نکاح متعه هست که خیلی که حضرت عمر گفتن حتی زنا هست و گناه کبیره است و این گونه نکاح در ما اهل سنت و جماعت حرام است. نکاح دیگر نکاح نصرانی و یهودی، یعنی آیا مسلمان ها می توانند امروزه نصرانی یا خریستیان ها را گیرند یا یهودی ها را گیرند؟ اولا همه می دانیم در سوره مائده و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم میگوید آره زنهای پاک دامنی که اهل کتاب هستند برای شما حلال هستند. ولی به نص خود آیه نگاه کنیم محصنات آمدگی است، زنهای پاک دامن. و اینجا عبدالله ابن عمر، وقت عبدالله ابن عمر ابن خطاب را پرسیده می شود که آیا نکاح نصرانی ها و یهودی ها جایز است؟ میگویند الله نکاح مشرک ها را حرام کرده است. الله میگوید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. ای مسلمان ها یگان زن مشرک را به زنی نگیرید تا اینکه او مسلمان شود. پس میگویند امروزه نصرانی هایی که میگوید عیسی پسر الله هست، یا اینکه همون یهود هایی که عزیر ابن الله پسر الله هست میگوید بجز شرک کاری دیگری نمی کند. یعنی عبدالله ابن عمر میگویند نصرانی های امروزه همش مشرک است، چگونه می شود زنهای آنها را گرفت؟ برای همین بعضی از علما میگویند اون یهودی و نصرانی که الله حلال کرد همون یهودی و نصرانی که آنها عیسی را پسر الله نمیگویند، آنها یکتاپرست هستند. اما کسی که عیسی پسر الله میگوید یا الله خودش خدا بوده در زمین راه میرفت میگوید اون مشرک است که گرفتنش چه است؟ حرام است. پس یک چیز دیگر است. وقتی گفتیم خیر در آیت آمده و بعضی صحابه ها گرفته بودند، ولی باز آمده است که خودی همون صحابه ها مانند مثلا جابر ابن عبدالله یا سعد ابن ابی وقاص گرفته بودند و بعدا طلاق داده بودند، گرفته بودند و بعدا طلاق داده بودند. در بعض روایت ها آمده است که حضرت عمر میگویند که مگر مسلمان وجود ندارد که شما این نصرانی ها رو میگیرید؟ اما حاضر نصرانی ها رو نگاه کنیم خواهران عزیز. خیر گفتیم یک دخترک نصرانی که گفت من شوهر میکنم، من مسلمان میشوم، به سرش روی مال گرفت، عرق نمی نوشم، خوک نمیخورم، گفت ولی رو تو در اسلامش اجر و ثواب میگیری و خوش به حالت که یک نفر رو از آتش دوزخ نجات دادی. اما یک نصرانی که او مثلا نیم برهنه میگردد، نماز نمیخواند، روزه نمیگیرد و زنی که بی نماز و بی روزه است، یک مرد مسلمانی با تقوا چگونه در کنار او میتواند آرام گیرد؟ یعنی این چی ایمان است؟ یا گفتیم این چی اسلام است که در نزد تو یک زنی که نه نماز میخواند نه روزه میگیرد، پیوه می نوشد، سیگار می کشد، این چیزها رو حلال می داند، موسیقی می بیند، زندگی کند و تو هم بگویی که نصرانی که زندگی کردن حلال است. یعنی وجدان و طبیعت سالم یک انسان مؤمن نباید تحمل کند وقتی او مسلمان و اهل نماز است یک زنی کافر نصرانی در نزدش باشد. اون هم زنی کافره که شما میدونید چند چیزهایی که برای ما حرام است برای آنها حلال است. برای همین اینجا عبدالله ابن عمر چه میگویند؟ اینها از مشرک یعنی فرق ندارند که اینها حلال باشد.
و چیزی دیگر درباره چه خیلی گفتم سعد ابن ابی وقاص که میگویند وقتی ما در غزوه جنگ بودیم و زنهای مسلمان قریب نبود ما گرفتیم اما بعدا آنها رو طلاق دادیم و این چونین عثمان ابن عفان زنی رو میگیرند که او نصرانی بود اما بعدا او مسلمان می شود و از اهل دین می شود. یعنی اگر اهل دین شد پیش از ازدواج کردن گفت من شرط و شرایط شما رو قبول میکنم مسلمان می شوم و چیزی دیگر. من خودم شخصا میشناختم خواهری که از اوکراین بود او نصرانی بود اما در وقت ازدواج الکی حجاب پوشیده بود که من در هر چیزی که شوهرم میگوید در همان هستم. دیری نگذشته اهل نماز و اهل روزه و از جمله نمازگزاران مسلمان ها شده بود اما من با همون لباس نیم برهنه میگردم هرچی برای من حلال است من نصرانی ام اما با تو مسلمان زندگی میکنم. چه خیلی گفته چگونه یک مرد با ایمان این را میتواند تحمل کند اما مردهایی که نامشان مسلمان است از عرق هم پرهیز ندارند و از یگان حرام هم اونها اسلامی نامکی و اونها دیگر چیزی گفته نمی شود. اما برادرای اهل دین وقتی یک نصرانی رو که الحمدلله حاضر یهودی گرفتن تقریبا نیست نصرانی رو به زنی گرفته می شوند باید فکر کنند که چگونه کدام ایمانت می تواند تو رو آرام گذارد وقتی یک زنی نیم برهنه حلال می دانسته عرق و سیگار و خوک رو همراه تو زندگی میکند فرزندان تو رو تربیه میکند. و چیزی دیگری که در حدیث آمده است اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له خاطب. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری مسلم است من کردن که یکی از شما این برای تاجران است بالای تجارت برادرش تجارت کند یعنی سودای یک نفر را زند. پیامبر این چیز را نهی کردن و نهی از جهت حرام است که وقتی تو میبینی که یک برادرت بار فروخته ایستاده است یا کالا فروخته ایستاده است میروی پیش خریدار و میگوی من به تو ارزانتر میفروشم از من خر یعنی سودای او را میزنی یا به اصطلاح امروزه کلینتی او را میزنی که پیامبر این را نهی کردن. یا اینکه یک نفر مثلا چیز فروخته ایستاده است و او میگوی به این نفروش به من فروش و خریدار را این وقت از چیکار میکنی از جای اون خریدار رو میگیری. پیامبر از این نمود سودا یا گفتیم کلینت زنی سودای یکدیگر رو پیشش رو گرفتن من کردن و این چونین وقتی یک نفر خواستگار یک نفر است تو هم به او خواستگار شوی. مثلا یک نفر یک برادر یک خواهر رو میگیرد میخواهد ازدواج کند و به او خواستگار است یک نفر دیگر رفته میگوید نه به اون به من دهید من میخوام. اینها تقریبا به این راضی بودن اما او میآید و پیش راه خواستگاری این رو میگیرد یا اینکه الکی به این وعده داده شده است میگوید نه اون انسانی بد است از او دخترتان رو گیرید و به من دهید. انا همین نمود یعنی از راه زدن یک عروس رو یا عروس شونده یک نفر رو و بعدن گرفتن رو پیامبر نهی کردن برای اینکه این میبرد به بدبینی میبرد به یکدیگر پیشبو زدن میبرد به ظلم و هر دو همین چیز کلا در شریعت ما جایز نیست. موضوع دیگر نگاه کردن به مخطوبه یا اونی که در فاتحه شما است و میخواهید با ازدواج کنید. صحت سلامت باشه. درس دیگر میگیریم.